یه دفعه یه همچین مردی اصلا تو فضای این کار خیلی غم انگیز بود. من است که از پریدن ابر بیزارم و این پروانه جسور تمام خستگیم را بلعیده است. مثل نویسنده یا نقاشی میگیم آقا فعلا امروز بومو میذاریم کنار، نقاشی نمیکنیم. 40 سال دارم فیلم میسازم و هر فیلم من همیشه یه بحرانی، یک حرفی، یه صحبتی، یه چیزی رو ایجاد کرد. حتی هامون رو کوبوندن، میدونید منتقدین عزیز. خواب میبینم که در کنار دریا هستم و با عده‌ای آشنا و غریبه به سوی یه فیلم شلخته است، واسه همین حرفا یه حوصله است، شلخته است، اصلا ساختار نداره و میشه هر جاشو ورزش گذاشت یه جای دیگه، هیچ فرقی نمیکنه فلان از این حرف. در اجاره نشینام همینطور. مرجویی این باید بره دایره مینا بسازه، گاو بسازه، چرا اومده اینو ساخته؟ سقوط کرده دیگه، داغون شد، با کله افتاد زمین. و اجاره نشینام اینقدر بده 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 فلان از این حرف. همین چیزایی که الانم میگم. نه دست میگرد، چیکار میکنی؟ من میخوام بریم تو کوچه. سلام علیکم، میخوام پنجره بذاریم. یک فضای بحرانی عجیب و غریبی است که در اون آدما مثل که فیلمو نمیبینن، بلکه فقط نفس اون خاص خودشونو میبینن. فکر میکنن که از طریق کوبوندن طرف دارای شخصیت میشن، دارای قدرت میشن، وقار میشن، در حالی که خودشونو لو میدن. یعنی نشون میدن که چقدر IQ پایینن و چقدر بد نگاه میکنن و اصلا این کاره نیستن. من به این چیزا اتفاقا توجه ندارم، میدونی، اصلا نمیخونم. من میدونم کار خودم میکنم، مثل یه نقاشم، مثل یه شاعرم که سرم انداختم پایین و شعر خودم میگم، نقاشی خودم میکنم. حالا بعدا میاد بیرون یا نمیاد بیرون، یا حالا چه واکنش نشون میدن، چیکار میکنن چیکار نمیکنن، یه مسئله دیگه است که به من مربوط نیست. هیچ میدونی تو قشنگترین موجودی هستی که من تا حالا دیدم. برو بابا، نه تو رو نزد آبرو میرم. نه جدی میگم، ببین به خاطر مردی که زیاد میدونی چه، من اصلا چیزی نمیدونم مثلا. خب واقعا من ببین مثل سقراطم، مثل افلاطونم. یعنی میگه که دانش اون چیزی است که تو خود نمیدونی اصلا دانشمندی، یعنی دانش داره. اون کسی که میدونه دانش داره همون خودش بله، اون بلاحت. هی مشتسن با تو هم بابا. من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم. یه میدیوم اسم تو تماشاچی رو محبوس میکنی توی اون سالن تاریک برای 100 دقیقه، مثلا 10 دقیقه نشوندیش اونجا که به چشم بزو به این پرده تو. خود یه چیزی بهش بدی که این حسرای سر نره دیگه. آخه این بدبخت بیچاره چه گناهی کرده اومده مثلا اونجا نشسته. آخه اصلا الان زبان جوانای امروز شما اگه نگاه کنید اصلا همه با طنز و طنزشون خیلی هوشمندانه و ظریفه، یعنی اصلا جدی برخورد نمی‌کنن. که جدیه و ما باید با زبانه پیش بریم. خانومی بکن، اجازه بده رضا زن بگیره. لیلا این همه بچه تو دنیاست، نمیشد یکیش مال من بود. ببین کیف به اصطلاح آفرینندگی اصلا یه ابعاد دیگه ای داره، یه چیز دیگه است، میدونی، به زبون نمیاد زیاد. حال تو از هیچ داری یه چیزی میسازی، میدونی، این خیلی مهمه. و بعد در برابر یک عالم گزینه‌های مختلف قرار گذاشتی، قرار داری که بعد به خاطر اون بعد زیبا شناختی و اون عنصر هنری مجبوری که از میونی تمام اینا مثلا این انتخاب کنی. چرا؟ مثلا چی عاملی؟ میدونی چجوری میشه که مثلا یه قصه شکل میگیره و یه دفعه اولش رو میبینی، وسطش رو میبینی، آخرش رو میبینی، نمیدونم بوم. نترس خانم، نترس. با مخاطب چجوری در حقیقت تماس میگیریم؟ یعنی چجوری از نظر مخاطب و چجوری متوجه میشیم؟ ولی مخاطب هم کسایی که دوره بر من هستن و ادامه‌ای که میان و مینویسن، یه چیزایی مینویسن و تعریفایی که میکنن از اون طریق مثلا یه بده بستونی پیدا میکنن، یا از طریق مثلا کسایی که میان با مصاحبه میکنن و اینا، میدونید یه دیالوگی برقرار میشه، میفهمم که چی به چیه و اینا. آقا نمیخوام بچه‌مو بفرستم راه دور. خیلی جالبه. نارنجی پوشو 5 تا ستاره داد، هامون 3 تا. تکرار باید پرهیز کنیم. من همیشه دنبال ایجازم، یعنی یه چیز خیلی موجز، دقیق، تراشیده، قشنگ بده جلو ذهن تماشاچی، نه که تکرار کنی. اشباح خود اصلا واژه، خود ایده، خود هر چیز
که منظور همین آدمایی که دور برن که زود و ویر ندارن که همه نمیدونم لهش رو دفعه میکنن بعد زودتر بمیرن برن سر کارشون که این زندگی بی خود فلان و فلان اینا اشباح دیگه، همه اشباح دورشو گرفت. چون اکثرا کارهای ایشون هم به هر حال دیگه فضای شاعرانه‌ای داره. خب شعرهای من گاهی روش میشینه دیگه، مثل موسیقیه. بازیگر همیشه خیلی گنگه، نمیدونه کدوم خوش آخره باید بره، برای اینکه هزار تا راه داره، میتونه از این بره از اون تو هدایتش کنی، میدونی، بعد بگی آقا نه من اینه ولکن، فقط اینجا رو میخوام که تو اینطوری بکن، این کارو بکن. اخلاق بازیگرای مهم مثلا من از عکسش رو دیدم، یا اینکه مثلا کدوماشون؟ مثلا گلشیفته فراهانی، مثلا لیلا حاتمی، عرض کنم که خسرو شکیبایی رو اصلا از قبل میشناختم، زیاد دیدم. و یه شب توی تئاتر دیدمش، اونجا من گرفت و بعد عکس رو دیدم و اینا و خودشم گفتم ولی عکس خیلی مهمه. یه فیلم دو فیلم ساختن مهم نیست، مثلا که اون کاریر رو بتونی ادامه بدی و اون کالیبر مثلا اون کیفیت کاریت رو حفظ کنی تو هر کار و سعی کنی که همون کنجکاوی هنریت رو دائما زنده و سرزنده نگه داری و بکوشی مثلا هنرت روی خودت متحول کنی، تکامل باش بدی و یه چیزای تازه تر توش بیاری که در این حال خودت هم سر ذوق بیاره، میدونی.